پوم پوم. یه دایره میکشیم، یه دایره کوچکتر برای مرکزش در نظر میگیریم. برای دوخت این گل میتونیم از سرشت نخ، چالشت نخ استفاده کنیم، محدودیت رشته نخ نداره. اما بهتون پیشنهاد میکنم که از دو رشته نخ به بالا رو برای دوخت گلتون در نظر بگیرید. کاری که میکنیم به هیچ عنوان انتهای نخمون رو گره نمیزنیم. بعد دوخت این گل به شدت ویژه است. کد پومپوم من اینه که من میخوام الان براتون دوخت بزنم. از محیط دایره شروع به دوختن میکنیم. سوزن رو از روی پارچه به داخل پارچه میبرم. دوباره سوزن رو از روی پارچه به داخل پارچه میبرم. ببین این که سایز این که نختون رو چقدر به داخل پارچه ببرین یا نبرین بسته به خودتونه. من این اندازه در نظر میگیرم. دوباره سوزنم رو از پارچه بیرون میارم، لب به لب نخه که اول کارم بیرون آوردم. به این شکل نخم رو میارم بالا. اندازه‌ای که برای اولین نخم در نظر گرفتم برای کوک دومم، دوخت دومم در نظر میگیرم. خب این اندازه رو در نظر گرفتم. حالا سوزن دوباره میره داخل پارچه. من دستم به خاطر این روش نگم دارم که نخم فرار نکنه، نخم نره. خب ببینید این حلقه که برای ما ایجاد شده دقیقاً میتونه اندازه 1 میل بیشتر، 2 میل بیشتر از این نخی که اول از کارتون در نظر گرفتین اندازش بیشتر باشه. خب بعد میبینین اینش به این شکل سوزنم رو لب به لبه در محیط دایره لب به لبه اولین نخی که بیرون آوردم میارم داخل پارچه. میخوایم بست بزنیم، دوختمون صفر شه، میبریم وسط دوخت دوممون به این حالت. سوزنم رو لب به لب این حلقه که تشکیل شده بیرون میارم. اندازم رو با این حلقه به وجود اومده یکی میکنم. به این حالت بیشتر نخمو میکشم. بازم دوباره سوزنم رو از محیط دایره لب به لب بستی که زدم خارج میکنم. میبرم وسط کوکی که زدم. خب دوباره سوزنم رو لب به لب کوک سومی که زدم یعنی این قسمت بیرون میارم به این حالت. دوباره اندازه کوک قبلیم رو یکی میکنم. سوزن داخل پارچه میره. نختون داخل پارچه نگه میدارید. یک قسمتی از محیط دایره رو به دلخواه انتخاب میکنین. نختون رو بیرون میارین به اندازه دوخت ردیف اول هر چی که بود. نختون رو میارید بالا نگه میدارین به همون ترتیبی که بهتون گفتم. سوزن رو میبرین داخل پارچه به این حالت. دوباره سوزنم رو از قسمت اولی که دوخت زدم برای بست زدم بیرون میارم. میبرم وسط این دوتا دوخت به همین شکل. خب روش بست زدن و اینا همه توی ردیف اول کار شده باهاتون. عین ردیف اول دونه دونه دوخت میزنین. برای وسط گلتون از گره فرانسوی استفاده میکنیم. زمانی که به این مرحله رسیدیم یعنی تمام ردیف‌های گلمون رو دوخت زدیم، بچه‌ها دیگه میایم وسطش رو گره فرانسوی پر میکنیم.
برای مرحله آخر گره فرانسوی مرکز گل دوخته شد. الان میرسیم به نقطه‌ای که قیچیتون رو برمیدارین. تمام این گلبرگ ها باید باز بشه، قیچی بشه. به همین حالتی که میبینین قیچی میکنین. خب کامل برش زدیم. الان با سر قیچیتون دونه دونه نخاتون رو به این صورت باز کنید. برای چی میگم باید آرایشگر خوبی باشین؟ الان کامل گلبرگایی که باز کردیم، برششون دادیم، حالا لای نخاتون رو باز کردین و همه اینا رو پهن میکنین روی پارچه. به این حالت با دقت دور تا دور نخاتون رو گرد برش میزنین که این گل بالایی در بیاد. اینو کامل پهنش کردم الان روی پارچم. دور تا دورش رو